گرفتم نجات بدهم برگردو پیرزن شکره پیرزن رو کوبه پس کیون بشه بزنیم رو پیرزن شکره آلپرین ایست دادهت گفت که از ماشین بیرون نبرایی من افهم در اتوبوس است آلپرین به تو میگویم ایست آلپرین آلپرین ایست آلپرین ایست یو رفته ایرون همانده قرمه کنی یا از اینجا زودتر روه این پلیس ها شناختی بیامون یا کیافتم حاضر کارش رو حل میکنم آلپرین اینجا بیا پام رو خلاص کنه شما در اینجا چیکار میکنه روید از اینجا بمبایی گاز دار نیقاب ها رو پرشید گفتم که حاضر میارم مردم این قبها رو زیر ایها قرار دادن برآمدن نمیشود زودتر یکیت مثل انسان به بیرون برو تنها تو را میخواهم اگر نبرایت پس تو چندین انسان ها میمورند آمدنیم پیکس اما اجازت نمیدهند اینجا همه روزیان که با هم یک جا بمیریم مجبوری خودت آمده مرا بگیری نباشد در حال آدم هایم را به دیگر طرف میفرستم هر دویمان تنها مانده با صد مزه خط تو را چشم بمب های گازدار را برآورده به درون پرتوید زودتر باشید احتیاط باشید فکری اولی جناب یک حیله فریب کرده ما را از اینجا نجات دهید مدیرم التماس میکنم ما را نجات دهید جناب گریخت آنها را پوشید هیچ کدام از آنها زنده نماند باشه با کجا از اینجا دادا پام رو نجات ده نیقاب‌هایتان را آورده پوشید به درون می‌درایم زودتر در را کشاید مانند که درایم نفری در اومده را میپراند رفیقان یکان چیز را نمیبینید بسوی در دیر پرانه تنها بسوی در پرانه گفتم آماده هستی یکیت آمدم که تو را دستگیر کنم مرحمت بیا پیکس ما و تو تنها به تنها میجنگیم تنها سرت برای من کافی است آخرین مراتبه به تو میگویم تسلیم میشوی برای لخیدن آمدی یا برای جنگیدن پیکس گناه از من ساقط شد میآیم جانکم یک تا همه اشان رو میپرانیم زودتر به درون درآید سر کردیم یکیت دیگر مقاومت نشان دادن نمیتوانید طاقت کردن نمیشود از اینجا برآمدن لازم از اینجا تنها مونده میبراید ثابت دیوانگی نکن تو از همه ما دیدن لازم میباشی باید تو زنده مانی ثابت اگر مریم همه یک جا میموریم اگر زنده مانیم همه یک جا زنده میمانیم برای فهمیدی زودتر علاج کرده باید از این ابلهان نجات یکیت خیری اکی ثابت چی شد یکیت را درون از اینجا برا شما چی چی دیگه گفتم اجرا کن فهمیدم اما از اینجا چی خیلی برای در خفا یک دری مخفی می باشد به طرف دیگر می براید با دقت باش و یکیت یکان ضرری نرسد اگر یکان ضرر به مدیرم رسدی من میمارم تیزتر برا
یگید کجاست؟ نمیدونم. شاید به سیر گشت باغ رفته باشد. بیاسین شد دخترم. این مرد چخیر نمیمورد ها؟ پلیس آمدن. پسی میگریزه. تو رو من تا جون این پلیس رو نگیرم به هیچ کجا نمیروم. تو دیوانه شدی. رفتیم گفتم. خدا جان این مدیرم اینقدر وزنی بودند میام نکن. وای 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 مادر جان. وای سرم من در کجایم؟ سرم خیری من در کجایم؟ در جای خودمون هستیم مدیرم. ما کی به اینجا آمدیم؟ زیر آمدیم. صابی در کجاست خیری؟ با خدا مدیرم اکای صابی شما رو مجبور برآورده خودشون آنجا موندن. ای خیری آنها که در آنجا باشند تو چرا ما رو با اینجا آوردی؟ چرا با اینجا آوردی بگویم؟ من شما رو نآوردم. اکای صابی شما رو زده بیهوش کرد. بعد گفت که خیری یگید را ببر از اینجا ببر. با خدا گفت که پیکاس نباید یگید رو یابر. حیفی تو خیری حیفی تو. گفته اینو کردم. من چیکار کردم؟ همه ما رو تنه میزند. بیزار شدم. این چی حال هستن؟ مدیرم با کجا میروی؟ رفته بینم حالشون چی شده باشد. مورم هم شما رو تنها نمیگذارم. من هم میروم. بیا رفتیم. املاگران رو دیدید؟ به خدا ما انتظار بودیم که افطابوس حرکت کند. ناگهان از چهار طرف آتش علنگه گرفت. شما دیده توانستید؟ نه من هم ندیدم.
ببینم که ماشین آتش فرا گرفته. مایلش تشکر زیاد. خوب هستی دختر؟ گناهی من شد. قهرتون آماده ده. بله. هیچ گوگه شما رو نمیگردانم. خواهش میکنم ما رو ببخشید. اگر شما رو دریافت نمیکردم اما دریافت کردیم. پشیمانم داده. و کجایی که خواهید میروم. شما همراهمان باشید گفیست. دربانو خوب هستی دخترم. بچه جان پشیمانم التماس مرا خواهش خیر مایلشم ماش گذشت دخترم. اکنون در اینجا چه واقعه؟ یک نفر اتوبوس رو آتش زدن. سردارم این کار رو بسیم کرد. بله آنها بودن. گریختن. من با این کار خودم سر و کار میگیرم. آقای مجیب شما خوبه؟ خوبم. تشکر اکا. با خدا حیات هممون رو تو نجات دادی. تشکر زیاد اکا جان. هممون باید صدقه بکنیم. خداوند یاردم داد و نجات گرفتیم. خدا خدا برکت عاقبتش رو بیاره. بخیر بیارد. ثابت تو در کجایی؟ همه را کشتن. مدیرم نگاه کنید در اینجا یاراداره است. آرام باش خیلی یاری تجلیل رو جزن زودتر. با یاری تجلیل چی گویم؟ جای مخفی زیر زمینی گویم چی گویم؟ خیری آرام باش نزن با من قبل نزن. ثابت در کجاست؟ کشتن مگر یا او رو بردن و او چیکار کردن؟ گپ زن برادر گپ زن. آخی ثابت را مگر او رو بردن کس گپ زن برادر با او چیکار کردن؟ گپ زن با او چیکار کردن؟ آرام باش خیری زودتر برای بستن یرده یکون چیز بیار زودتر. سردارم حقی ثابت را نجات ثابت را سردارم ثابت را نجات. آرام شو دوستم خدا تو رو خسته نکن. آرام شو. پیکس رزیل حیوانی پلید میکشمد. چندین روز کافت و کاب کردیم. چندین انسانها را کشتیم. چندین آدمهایمان را از دست دادیم. اما تا حال میخواستگیم را به دست نآوردم. ثابت در چشمم مثل این دند و کابه قدر نداری. آیا این را میدانی؟ زنده بودن یا مرده بودنت برای من فرقی ندارد. به من یگید در کار. اینقدر زحمت را برای تو کردم. حالا بگو او کجا رفت؟ تو یگید را از من خوبتر میدونی. بای با عقلی خودش رفتار میکند. کی میدوند که حالا او در کجاست؟ خیلی زیق شدم. این جوابی میخواستگی من نبود.
ثابت میدانی که مادرم در آغوش من وفات کرده است. نمیدانی. میدانی که دوستان را در پیش چشمت از دست دادن چگونه حسیات را در بر میگیرد. اگر خواهی حافظه عقلت را یک تازه کنم، مرد ایون این خیل مرد. همین خیل نه؟ مرد ایون نمرده است پیکاس. نامش یگید شده است و خلاص. یگید در کجاست؟ جواب ندهی آدمت را میکشم. معلوم که نمیدانی. به ناموس، به ایمان، به شرف. تا سخن کردنت آدمهایت را کشتن میگیرم. خود را به نادانی انداخته آدمهایت را به مرگ میدهی. یک بار فکر کن. به فکری تو یگید ارزنده این کار میباشد؟ به فکری من نی. کنی بگو ثابت، یگید در کجاست؟ بیایید به خانه میرویم. سردارم دیدید؟ شما که روید میبینید که چی ها میشود. آقای نجیب التماس نروید. دیدید آخر همه ما به شما احتیاج داریم. رفیقان، مرا زیر فشار قرار ندید. من خودم نرفتم، از طرف تشکیلات مرا پیش کردم. نباید شما مرا دعوت کنید، بلکه آنها این کار را باید کنند. در این موضوع دیگر گپ نمیزنیم. به این هم و دلم زد. مورا پرتوفته میروید، پس چی میشود سردار؟ میدان از آنها میشود. کدام وقتی که خواهند اتوبوس‌ها را آتش میزنند، کدام وقتی که خواهند در شهر فتنه میانگیزند. آنها هر وقتی که خواهند سوءقصد، انقلاب، همه کارو میکنند. من پیش روی آنها را میگیرم مگر؟ از برای خدا. سردارم، صبر و غیرت رو از شما آموختیم. شما فکر میکنید که ما در این تشکیلات برای شکم سر کردن ایستاده‌ایم؟ با این گونه بهانه و به هر طرف گریخته نمیشود. حسیات ما رو بیدار مکن مندو. قوای من تمام شده کنم. نجیب، کودکان خونو خوردن، زودتر باش. میرویم. گوش کنید. هر دویتون دوستی من میباشید. التجا میکنم که دیگر این مسئله رو بررسی نکنید. بیایید رفتیم. یکی در کجاست؟ گبزن میگویم. زبانت را فرو بردی. نباشد تو را میپرانم. اکای ثابت یکو چیز رو نمیدوند. همین خیلی نه اکای ثابت. وای چرا تبریک میکنم. آدم های ثابت بسیار صادق بودن. خوب تربیه کرده ای. چقدر که میخواهی تهدید شکنجه کن. اگر خواهی مرا کش، یگان کس گپ نمیزند. یکی سردار در آخر تو رو مییابد. گلویت رو نمیتواند. با من بازی هم میکند. ببره دورا. حیوانی نابکار. حیوانی نابکار. نپران. قلم رو زیر کن. لقمه کلان را دوست می‌دارم. از این سبب تو را میکشم. با ذوق و حلاوت. با دقت باشید. برای چی آن قوطی ها را بالا به بالا گذاشتید؟ شکسته بار است. بله تماشابینان محترم، برای به سفر به ارزرون ما تیاری دیده ایستاده‌ایم. همه خانواده کوچشون را به ماشین بار میکنن. بله چی طوری که میبینید چند کارگران و دیوانه بچم چی کار میکنی؟ من یک طرف کامیرا را اشیاء را جمع کردی؟ احتیاط کنید. بسیار خوب، رفته کار را نظارت کن. التماس با دقت باشید.
الپرین مسئله مکتب رو چیکار میکنی؟ نمیدونم. دادام حل کرده است. خونه نو، مکتب نو، رفیقان نو. چه خیلی عادت میکنی؟ با خدا نمیدونم. حالا این رو فکر نکردم. یک بار به ضد دادام اسیان کردم، قریب بود که میسوختم. بعد از این چیزی که گویند از گپشون نمیبرویم. رو از اینجا الپرین؟ با بالایی تو رو هم عذاب دادم. کی به راه میبراید؟ اشیاء رو روان کردیم. خودمون شب میرویم. من تو رو بسیار یاد میکنم. من هم. یگان کس فکر نمی کرد که عاقبت کار این خیلی می شود. نبای این را بین. هر کدومی ما به هر جا تقسیم شده ایستاده ایم. مندرس و حلیمه را کیم که گسل کردیم. یگید با کارهای خودش مشغول. ما هم می رویم. تقدیر؟ روزهای خوب نیست تقدیر نبود. تنها روزهای بد را تقدیر میگویی. به فکری من خودت را دلبرداری میکنی اما موفق نمیشوی. نجیب با تو چه ها شده ایستاده است؟ یکمین بار است که تو را اینقدر ناامید میبینم. از همه چیز دست کشیدی. از یگان چیز دست نکشیدم. تنها از شخصانی که از من دست کشیدن از آنها دست میکشم. حال کردی رانو؟ مرحمت رفیق سردار. من رفتن این را ویزون میکنم. یکی‌از در کجایی؟ مرد باشی برا. صاحب در کجاست؟ گپ زن. روز شد که یگون کس رفت آمد نمیکنه. درو نگه. حاضر از پیشانیت میپرونم. با خدا راست میگویم. در کجاست؟ در کجا صاحبت؟ گپ زن. رزیلی پلی در کجاست؟ نمیدونم که قسم میخورم. دروغ نگه. تو میدونی که در کجاست؟ دروغ نگه. نمیدونم. گپ زن میگویم. دروغ نگه. گپ زن. در کجاست؟ تو چی کار کردی ها خیری؟ نمیدونم مدیرم. شما که داد و فریاد کردید من ناگهان ای ابله با احساسات داده شدم. ناگهان پراندم او رو. آخر او را با گپ بدر آوردیم. قریب که با گپ بدر آوردیم. برای چی او را به سرش پراندی؟ پراندم همین خیلی. ای خدا حاضر یک دقیقه. برادر کنی خیز. با خدا خطا کردم. ای ابله دیوانه. نوبکار به استعداد. سرش را مغز سرش را بارا کردی. باز خیز میگویی ها؟ مدیرم با فکرم این از شما وابستگی دارد. شما که چه سحر جادویی کردید. من با هیجان آمدم پروندم. خاموش گپ نزن. خدا خودش تو را جزا دهد نابکار. محترم حالا با مهمان گرامی درباره اسناد مذکور مصاحبه میکنیم. دو روز پیش در یکی از قرارگاه استانبول زد و خورد سر زده بود که صدها نفر به هلاکت رسیدند. تا حال این مسئله روشن نشده است و خصوصا مقامات این کسی رزیل ثابت را به کجا برده باشد خیری؟ نمیدونم مدیرم. شما در بین آنها بودید. یگان جای مخصوص نداره. آنها در همه جا مکان دارند. آنها به همه جا راه مییابند. پروفسور کایا مینیک در مهمانی ما میباشد. خوب آقای مینیک فکر شما آید حادثه های آخر چیست؟ چقدر باید شود دوستی عزیز؟ رضالت است. گویا که در یک دولت بی صاحب زندگی کرده ایستاده ایم و شما آیا نمیگفتیم داد زدن نمیفهماندیم. حالا دیدید آدم ها مافیای خودشون رو تشکیل کردند.
نفهموندیم رفیقان. گناهکار انقلاب است. ارگین کندو است. گویا که سفسطه‌های بسیار می‌بافند. از انقلاب سخن کردید. چطوری که می‌دونید نقشه انقلاب عیان شد. در آنجا بعضی از ژورنالیستان را دستگیر کردند، اما شما را در آن روی خط ندیدیم. چقدر که خیلی کردید. 36 ژورنالیستی که دستگیر کردند، در بین آنها نفرانی هستند که تا حال از دهانشان بوی شیر میآید. مایزده‌ها نیز هستند. مثل من شخصان نیستند. این گونه انقلاب را حتی قماندان‌های اوگاندا هم نمی‌کنند. این کارهای دیوانه و احمقان میباشند. احمقان. نابکار چی نقشه دارد اما گویا که مسجد را زیر بمب قرار میدادند. اینجا مگر پتاگونیا لشکری که نام الله را گرفته راه میگردند، نخواد که خانه خدا را زیر بمب قرار دهند. من این ریاکاران دینی را خوب میدانم. آنها مسجد را زیر بمب قرار میدهند و گناهش را به گردن ما بار میکنند. همینطور از روی منطق فکر کنیم. اگر باید این را گفت، این قوه های ریاکار با یک ماشین پر از بمب است سینگاگ موسویان را زیر بمب قرار ندادند، مگر شخصی که سینگاگ را ترک کند مسجد را هم بترک کند. همینطور نه مگر؟ این مینیک در سر ویران کردن و در دل شوراندن از خنده بسیار مرا میکشد. جناب باز درویه هم می باشد. اما تا حال انسان ها با او باور می کنند. مینیک می گویند باز گوشش هم می کنند. گوش می کنند. مینیک به آنها خبرهای مهم می گوید. بعضی انسان ها حقیقت را نمی خواهند گوش کنند، سخنانی می خواهند که آن را گوش می کنند. آره جناب، این حادثه فتنه انگیزی انقلابی که تا حال ناممان در زیر حجت ها موجود است، به این نگاه نکرده اگر در تیوی سخن کنیم ما را گوش کرده با ما احسن میگویند. حافظه جمعیت مثل عقل ماهیان میباشد. دکتر عزیز، اگر این خیل نمیشدن اینقدر تشبوسی که برای انقلاب کردیم، پس بحث میکردن که امروز یا فردا انقلاب میشود یا نه؟ اجازه دید یک نقطه دیگر را بیان کنم. مدیر روزنامه‌ای که به ایست نقشه‌های انقلاب را نشر میکند کیست؟ پدر این شخص در حادثه‌های 12 سپتامبر در صف انقلابیون بود یا مگر نبود؟ آیا میدونید شما؟ جوابش را از شما انتظاریم. این شخص در صف انقلابیون بود. حالا باشد پسر این شخص حق دارد که به ما درس دموکراسی دهد. حال ما را بینید و حال آنهایی را بینید که هر روز خلق را درس دموکراسی میدهند. آیا نخواد که ما از گروه جامعه و جلکدار که با یاری ساروس محتاج میباشند درس عبرت گیریم؟ این روزنامه را چه نشر میکنند؟ از کجا مبلغ میگیرند؟ اول باید این را به ما شرح دهند. انا همین طور. این رو بینه بیشرف خدا میزند باز با جایی که سخن گفته ایستاده است. وقتی که یگان حادثه شد در حال بلندگویک رو به او دراز میکنند. البته یگان خبر مهمی به گوشش رسیده است. آفرین خیری، یگان کس به او معلومات داده است، اما حاضر ما او را ربوده آگاه میشویم. بعد میبینیم چطور سخن میگوید. مدیرم اگر خواهید نوبکار رو مثل بابای برفی کرده سبزیش رو با دست خودم به بینیش میخرانم. این پخشی مستقیم باشد؟ بله، نه پخشی مستقیم. باز رمز او را در نظر ندارم خیری. نوار میگویم این نوار پخشی مستقیم است. بله مستقیم. نباشد رخ کرد میرویم. تماشابینان محترم، ما باز یک دور دیگر را بس سر کردیم. خانه فروشی در اینجا الپره یلماز به دنیا آمده است. این حالت را دیده حیران نشوید. این را میبینید اهل خانواده در غم و غصه‌اند. نجیب یلماز اوچم، همسرش هنر یلماز، اشکی چشمش را بینید. دور شو از پیشم. نوار گرفته ایستادم. الپره حاضر از دستت گرفته پورا میکنم. اوهو، این دختر زیبا برای خیر و خوش آمده است. البرین قسم میخونم که کامرات رو میشکنم. این اقوام و چیزهایش که موجود است. چی داره که میبینید تماشابینان محترم در حالت مشکل نوار گرفته ایستادم. دادا یک سوال دارم. بگو دخترم. این ارزروم است کو؟ این ارزروم خداوند. میدونید این رو گفتنی نبودم، ناگهان از دهانم برآمد. یعنی چه جایی باشد؟ چه جایی؟
چه فهمونم خدا هوایش فورم است آدمهایش دیگرم مثل اینها نیستن همه چیز در اونجا اصیل هست در اونجا یگان رفیق دارید؟ بله رفیق کودکیم مصطفی اما که مصطفی در اونجا چیکار میکنند؟ در بازار طربخانه شوشو کباب دارد طربخانه کباب کرکت شک بسیار هم طربخانه زیباست نجیب جوانها را بار میکنیم وقت را زیاد نگیریم بیا زودتر مرحمت خانم سویلای توجه جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک شکستگی مردم چی میگویند؟ همش نقص میشه خوشی جان ایش چیز برادران مهمونهایمان اومده ایستادند آماده شوید ممدو بخیر است حادثه مهمی است بگمانم بله جناب دادستان نجیب سردار شکم اینها را سر کرده نتوانست بگمانم مدیر اداره‌مون می آمده است سرکمیسر آمدند خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید سردارم مرحمت کنید مرحمت برادران ناگهان جدا شدنی نجیب سردار از بینمان ما را بسیار هم غمگین کرد سویلای خانم که از او یگان فرقیتی ندارد باور دارم که مثل پیشینه با وی فعالتر همکاری میکنی در این مسئله یگان شبهه ندارم یعنی چی خیلی سردارم یعنی که ممدو سردار به جای نجیب یلماز خانم سویلای آمده است پیش از آنی که مرا به این وظیفه تعیین کردن یک چند تحقیقات ها گذرانیدم بسیاری شما مدتی دراز است که در این وظیفه می باشید فکر کردم که برای شما یک آدم نو بسیار خوب می شود دردی سرم آمد نیازی زن هم آدم است باوری کامل دارم که همه شما در وظیفه هایی که تعیین می شوید فعالانه کار دوام می دهید چه خیلی تعیین سردارم برای تعیین شدن من حالا 2 سال دیگر وقت است سرکمیسر ممدوح نیسته؟ مدیر امنیتی گریسون گریسون؟ چی خیر گریسون؟ کمیسر نیازی اغلو مدیر امنیتی بینگال بینگال؟ همینش نمیرسید کاش که بسی بیر روانم بکردم گاکان شاهی مدیر امنیتی سینوب توپرک چکیر مدیر امنیتی نفشهر با اجازه شما عثمان تانر مدیر امنیتی خطای حسین تیمل مدیر امنیتی دیارباقر جناب تشکر زیاد تشریف شما با ما روشنی آورد حالا میدانید این دینداران وطن را به دست گرفتنی هستند در این حالت مثل شما بر این رسانه بی‌طرف لازم به دوش شما وظیفه زیادی میافتد همین طور نه آقای حاضرال این شبکه تلویزیون را با مقصد خدمت کردن تشکیل کرده است
ما هم از دستمون می اومدگی کار را میکنیم. حاضرال به شما باید گفته باشد نقشه آب و تاب دادن انقلاب را، استراتژی اساسی را و تاکتیک کار را من میدهم. برای پیشرفت دعوای ارکین کندو حالا نقشه داریم که انقلاب بلیاز را عملی کنیم. این کار ساده و سهل نیست خانم. نقشه انقلاب بلیاز را از کدام جهتی که عملی کنید موفق نمیشوید. این کار مشکل است. خیر من میرم. کدام وقتی که خواهید من برای ملاقات آماده‌ام. برای شما ماشین جیغ زنم؟ نه راننده هم در پایان منتظر من می باشد. برای خدمت‌های کرده‌تان به شما یک جهان تشکر رفیقان. در وظیفه نوتان موفقیت خواهم. این وظیفه نو باز از کجا برآمد محترم سردار اداره؟ مشورت گفتنی چیز است. این کاری کرده‌تان خوب نیست. سرکمیسر از حد گذراندید. معلوم که نجیب سردار در اینجا خوب راهبری نکرده است. اکنون آن زمان گذشت. نجیب سردار ما را خوب راهبری کرد. شما بر این 10 نفر که آید راهبری او را کرده نمیتوانید. با شما برای کار. دیدید آقای دادستان همه ما را نابود کردنی هستند. نوبت شما هم آید حیران نمیشوم. نگران نباش. عرضه استعفایم در جبهه. حالا چی کار کنیم سرکمیسر؟ از کجا دانم نیازی؟ هممون استفاده. ایستید سراسیمو نشوید. آچخیل در این خنوکی زمستان به بینگال رویم. کودکان باید به مکتب روند. به این هم 2 سال شد که از شیرینک آمده بودیم. گریستون شیطان وسوسه میکند که همش را نیست و نابود کنم. توبه خدا. باز با فراغت میکنیم، رقص و بازی میکنیم، مردمانی انقلاب را راضی میکنیم. البته راضی میکنیم. اکا جان زیبا. باز تو از کدام گروه لحظ پیدا شدی مایزده؟ آقا جان با منی بیچاره کمک کمک کنید برای شراب. اگر پولم تمام شد شراب ننوشم حالم تباه می شود. میفهمید اکا؟ رو از اینجا گفتم به تو. لیکی من شناختم شما کایم بینیک. شما نیسته آخر شمایه. نام مرا از کجا میدونی تو؟ خیریت آمد. گوش کنید در تلویزیون برآمده سخن کرده میتونید اما برای یک بیچاره پول ندارید. ابله تو چه هم میگوی ها؟ دیوانه ای تو چی؟ خاموش نماشی سواشم زود. گذر در راحت گپ میزنین در راه. شما چی کار میکنید؟ کیستید؟ پسرم با من نگاه کن. این دیوانه را به بیرون پرتا. جناب شما هم این بیچاره را چشم دیدن ندارید. این خیلی نمیشود آخر. تو کیستی؟ تو راننده من نیستی؟ مرا نشناخته؟ یگیت؟ بله. اکنون شناخت. چه ترسم؟ برای چی ترسم؟ ما با آقای یگیت سالهای دراز است که همکاری میکنیم. همین که؟ شما با فکرم شوخی میکنید؟ البته شوخی است جنابم. حالا سرطان را یک سوراخ میکنیم. مینه سرطان خیلی هوا میگیرد و براحت میشود. اما پروا نکن. شوخی میکنیم. شوخی کرده کمی شکنجه کردیم. شما جدی میگویید؟ بله جدی میگویید؟ شوخی نیست. خیلی شوخی را دوست نمیدارد. پس مرا با کجا میبرید؟ به یک مکان آرام و بیادم محترم پروفسور. شوخی نمیکنید آقای یگیت برادرم. التماس میکنم من هم دیر دارم. پروا نکن. دلت را آرام میکنیم. دلت که آرام شد دیگر براحت بشوی محترم پروفسور. جدی میگویید؟ جدی؟ هفته گذشته کس رو با پرما سوراخ کردند. این رو هم گفتم اونم. مرا فهمیدی؟ خیر نباشد شما از من چی میخواهید؟ پیکه ثابت نام دوستی مرا دستگیر کرده است. تو جایش را نمیدانی ها؟ کی گفتی؟ خیره او را یک هوشیار کردم. ثابت گفتم. ثابت. خبر ندارم. بس کن بهانه. به شرف ناموسم قسم میخورم. باور کنید. بس کن. به شرفی دو رویه.
تا یافت شدن ثابت تو مهمان ما میشوی، فهمیدی؟ نجیب سردار و آدمهایش را پراکنده کردیم. آقای پیشگار، مهری من به شما باز هم افزون تر شد. اصلی مقصدمان چوپانی زکی یحیی می باشد جناب. نقشه گفتگیمان را عملی کردن در کار. یک کار کرده از دوای ارکین کاندو دادجتان زکی یحیی را از وظیفه‌اش دور کنیم. چنانه که میدونه دوستانی که در سود عالی نشستند موضوع اساسی آنها این میباشد. فرمان دادم برای ارکن کاندو و خودتان را سفید کردن همه دادستانها را نابود کنید. جناب، آیا آنها ما را نیست میکنند؟ چند وقت شد که نفس دادستانها را علیه ارکن کاندو حس میکنم جناب. جناب، با زمین یک دعوا کنیم تا حزبی که در سر قدرت است آن را بندند عجیب میشود. حزب سر قدرت در انتخابات مثل مرغابی لنگ اشتراک میکند. ما باشیم در انتخابات هر کاری خواهیم انجام میدیم. سوها مرغابی لنگ گفتی؟ آنها را دوان به سود عالی میبرم. سود عالی حجت هایی که برای سود عالی تیار کردم به بام خانه رسیده است. پس میفهمند که نابود کردن ارکن کاندو چه خیلی بوده است. پیشگار را معیوب کرده به کرسی آورده شان را میبینند. محترم جناب، خطا نفهمید. میدونید که اگر یگان حمله عملیاتی علیه من شود در حجره های بیمارخانه طاقت خواب رفتن ندارم. خواستم که این را به شما پیشکی گویم. غمش را نخور. تو را الکی در گروه بیماران داخل کردم. علاوه بر این باز چیزهایی هست که شما آنها را صرف نظر کرده اید. ما دعوای بستن حزب آنها را آغاز نموده، پس آنها را از همه کار کنار می اندازیم. اگر آنها به زمین پیشگیری همان 70% آواز گیرند، همه نقشه های ما برباد رفته، ما را نابود می سازند. 28 فوریه کمی هم باشد این حادثه رخ داده بود. علاوه اون زمان خلق همه این چیزها را پر نمی دانست. اصلا بستن حزب سر قدرت خطری را ایجاد می کند. ما این را برای ترساندن آنها می کنیم، اما 90% احتمال است که این کار علیه ما انجام یابد. تشکر. گو بیا پرنده خوش پرواز من بیا. دیگه جان التماس من را رها کن. من در کجا بودنی ثابت رو نمیدارم. مادامی که تو را پیدا کردیم نباید رها کنیم. البته تو برای ما سخنی گفتنی داری. خیلی کامرا رو آماده کن برای ما. حاضر مدیرم. اسباب های استنطاق را هم آماده کن. با فرمان عالی شما موافق شدیم که کردها را در این فتنه همراه کنیم. اتوبوس را آتش زدند. چندین نفر گردی همایی کردند برای این جنایت ها. حالا باشد وقتی آن رسیده است که سوءقصد علیه سردار ترکان ملت چه کنیم. سوءقصد علیه سردار ترکان ملتگرا مثل سردار کردها آسان نمی شود. احتیاج به نفرانی تجربه داریم. به سردار کردها هم سوءقصد پره کردن نتوانستیم. راست میگویی سوها. این عملیات به خانه خودمان یا اینکه به تحقیقاتیان گلادیا خطرهای ایجاد میکند. بعد سوءقصد هیچ کس نباید گوید که این عمل ارکن کاندو است. برای حل این کار مشکل از خارج یگان شخص رو میارم. این خیل باشد به همه نشان میدیم که دعوای ارکن کاندو از اول این بود که ضد قواهای خارج مجادله کنه. نیت آنها نیز کردن ترکیه بوده. حزب سر قدرت نیز با آنها همکاری میکند. حالا وقتی کاری ملکه یه دختری کبوتر است. متاسفانه نیست شد ملکه. دیگر مثل او کسی یافت نمی شود. از آن دیده برای شما خوبترش را یافتم. بسیار خبرکش و خبر بیار خوبی خواستم. آنها باشند گفتند که مثل ملکه نرم و مثل اتن خونخور است. که بوده است جناب؟ ملیسا استون به نزدیک همراهی ما می شود. این کیمینی کجا شد؟ یگان بار هم دیر نمی کرد. ممکن که در راه باشد. جناب کی کس آمده است؟ در آید.
سلام به همه. عملیات حمله تو چی شد؟ یگید نبود اما یک ماهی کلان را دستگیر کردم. مرحمت شما را به نزد او برم. شاید سوال داشته باشید. خب کنی رفتیم. آی مرا گوش کن. تا وقتی که مکان یگید را نگویی اینجا میمونی. حمیده پس است کنی گوی یگید در کجاست؟ کم میزنی یا نه؟ گپ میزنم نزدیکتر بیا. اما پیکس نآمده مرا رسوب میکنی. مایلش گپ زن تو را آزاد میکنم. کمی دیگر نزدیک بیا. با تو گفتم بیا نزدیکتر بیا. تو چی ترسیدی؟ آخر شما دو کسید. من هیچ کار کردن نمیتوانم. نزدیک بیا. همه فکرم زود پدرویم. چی گفت شده باشد؟ من میدونم آن طرف رو میبینیم. زودتر باش. جناب مکانی کت را مرد ایون ساخته بود. به خاک یکسان کردیم. 24 نفر مرد. یگید چیه؟ یگید گریخت. اما خواطر نشوید. وقتی که ثابت در دستمان است یافتن یگید 2 کره 2 است. میدانیم که او جسور است. البته برای نجات دادن رفیقش میآید. ثابت را با دستان خودم کشتن میخواهم. چه که شما میخواهید جناب؟ ها قریب رسیدیم. سلاحات را پرتو سلاحات را. ان اینجا جناب. 1 دقیقه وقتی دارو خوردن شد. مرحمت جناب. صدای تیر پرونی. شما استید جناب. با دقت باشید. من به درون میدرایم. اگر که نبرآمدم از اینجا دور شوید. ساعت چند داره ارزارو میشه؟ خدا نمیدونم اکا. در راه برف زیاد است. خیر ما شب میرسیم بعد تلفن میکنم. سلامت باشید. تو اینا باور نمی کردم. حالا باشد میرویم رنو. من باشم تا حال باور کردن نمیخواهم. دادا بخیر است رفیقان؟ بخیر نیست سردارم. چی آیا استعفا دادید؟ از آنم بدتر سردار. ما را پیش کردن. چی؟ پیش کردن؟ فرمانی هممون رو برآوردند. ممدو تو چه ها میگویی؟ مردی با قوت بوده ای ثابت. باش که در یک صف می شدیم.
چه فرمان بوده است؟ فرمانی ارکن کندو. وقتی که شما رفتید میدان را خالی دیدند. ما را مثل توپ بازی میکنند. و کجا میروید؟ من به گیرستون. به گیرستون؟ خدایا باوریم نمی آید. گیرستون. من به تو چی خیلی میروم؟ خدایا به من کمک کن. اکنون من چی کار میکنم؟ سردار کنی شما تخمین کنید که با کجا روانم؟ با بینگل. از کجا فهمیدید؟ از هفته. و هر حال همسایه میشویم. سردارم حالا هم مسخره میکنید؟ خدایا چرا این خیل شد؟ نباید این خیل میشد خدا جان. تو را مونده چی خیل میروم؟ خدایا آیا او با من نرفته باشد؟ مرا خوب گوش کن. برای خوبی خودت میگویم. او دیوانه است. در حقیقت دیوانه است. زبانت را کشیده میگیرد. چشمانت را سوراخ میکند. بعد روبرویت نشسته خوراک میخورد. برای همین به تو میگویم که چیزی که میدونی همه‌اش رو با من نقل کن. نمیفهمم چرا انسان یک خطا را 2 بار تکرار میکند. آیسته آیسته گرد، نباشد تیر میخوری. چه شد؟ جانت در کرد؟ نیت گریختن کردی؟ اینقدر با آسانی گریختن نمیتوانی ثابت. کاری آسان نیست. یکیت از این با خبر میشود. یگید برادر، تو انسانی خوب هستی. گوش کن، تو مرا اشتباه میکنی. در اصل من انسانی با قدر قیمت میباشم. چقدر ارزش داشتنت را حالا میبینیم. مرا آزاد کن روم. وقتی که روم به تو کتابی را روان میکنم که من چه خدمت ها برای این وطن کردم، پس آن را بخوان. من 2 کلاه دارم. یکمش کلاهی پروفسوری کایمینیک، دویمش باشد برای وطنم جانم را در خطر مانده بسیار کارهای فوق‌العاده را انجام دادم. حالا رو برای تو کارمند شایسته وطن که در راه ترکیه مجادله زیادی کرده است، این من باید امتیاز زیادی داشته باشم. بچه ها شما باید این را بدونید. دوستانی عزیز من. چی میگوید؟ مواد را ما استفاده بردیم و معنی سری او تازه شده است. اصول این نابکار همین خیلی است. خیری تو فرفته مکرونه رنگ او نشو. او از من و تو دیده عیارتر است. خوش، باز چی گفتنی داری؟ گوش کنید آقای یگید، شما وقتی که تولد نشده بودید من در میدان جنگ بودم. نقشه های امپریالیسم و دینداران را که مقصدشون وطن را پارا کردن بود تنها خودم برباد دادم. میدونی که برای چی نام چلیک بلگین را لایق دانستم؟ میدونی؟ برای آنی که در این سر علیه دشمنان اونقدر نقشه های زیادی موجود است که اگر یکان روز اسیر رفتم از این صندوق آهنین یکان سخن گرفتن نمیتوانند و این سر حتی تیر تاثیر نمیرساند. این سر نه بلکه مخزن عقل و خرد است. مادامی که اینطور باشد حاضر سنجیده میبینیم. وای این گپ ناگاه از دهانم برآمد آقای یگید. مثل من بر این شخصان با آسانی پیدا نمیشوند. تو یک جوانی با فهمی، بیا از بحر این کار گذر.
علاوه بر این من بسیار شخصی با نفوذم. 70 سال چه حادثه‌ای که رخ داده است در حافظه سری من مخفی ثبت شده است. اگر به من یگان حادثه رخ دهد تنها شما جوابگوی نمی باشید. اگر عشقت نمی بود جان شیرین، اگر عشقت نمی بود جان شیرین، این حیات ارزش نمی داد. اگر تو نباشی مینیک، این حیات ارزش ندارد. انا ثابت نامش به عملش موافق نمی آید. قراخان را کشتیم، سردارتان را هم کشتیم، تنها تو در قید حیات ماندی. بسیار خوب، نباشد مرا هم نزد آنها روان کنید. برای چی نه؟ اما به شرطی که به ما مکانیگیت را میگویی. من سراسیمه نیستم، تو سراسیمه نیستی پیکاس. نه جناب، چندین روز حتی میتوانیم که ماهای دراز او را در اینجا نگه داریم. مکانیگیت را به ما میگویی؟ مکانیگیت را؟ اگر خودت را کشتنی باشی از کوپلوک خودت را پرتاب. پیکاس، تا دمی گب زدنش او را شکنجه کنید. با کمال میل. ببر. автобуси мо кадом аст? ана инаш. Эрзурум ҳастака? Бале. ба ман диҳед ҷуғзонатонро. диҳед ба ман. биёед кани автобуси мо ҳаракат мекунад. сардорам ба ягид хабар надодед? дар кор не. худо медонад ҳоло дар куҷост. эрзурум кӣ меравад? боз як каси дигар. ҳаққатонро ҳалол кунед. астағфирулло сардор, ягон ҳаққи шумо ба мо намондааст. вақте ки расидем мо расидем гуфта хабар диҳед. майлаш албатта мактуб навис. майлаш менависам. ба ҳамсипонам саломи маро расон. каниро ба ман деҳ. чӣ мехоҳем? ман туро ба наво нагирифтам. бори дигар инро дар дастат набинам. бачаҳо илтимос ҷанҷол накунед. алперен, сардорам, гуфтанӣ будам ки чаро меравед. аммо имрӯз ё фардо мо ҳам сафар дорем. ин балое ки ба сарамон омад ҳамаи моро пароканда кард. ноумедӣ як ботлоқест ки ҳафти ғарқ мешавӣ. бо ғайрату кӯшиш бош, пас мебинӣ ки чӣ мешавад. инро ба мо мегӯяд, аммо худатон чӣ? ин маротиба гуфтаамро кунед, кардаамро накунед. то бозид акай мемдуд. худатро эҳтиёт кун алперин. майлаш ба акайиге салом расонед. ҳатман. кани бачаҳо дароед. акай наҷиб илтимос наравед. шуд раъно шуд. акнун дер шуд. 1 2 3 4 курсиҳои мо мебошад. оша то эрзурум ҳамроҳи ин додари девона намеравам. ба худо ӯро аз тиреза мепартоям. майлаш ту бо ман шин, ӯ бо дадаш шинад. кани биё. духтар, камераи маро бидеҳ. намедиҳам, дар хоби шабат мебинӣ. оча ба ӯ гӯяд камераамро диҳад. бачаам, дар автобус ҷанҷол накунед. ҳама ба мо нигоҳ мекунад. айб аст. шуд раъно, ҳаққатонро ҳалол кунед. дар паноҳи худо сардорам. шумо ҳам дар амри худо бошед. худоҳофиз рафиқ сардор.
در امان خدا باش. تشکر راه سفید. راه سفید. خداحافظ. روی سفید. سردارم خیر. تو بازدی. якчанд рӯз пас ҳам мо ин хел савор шуда меравем. нафаҳмидам чӣ хел савор шуда меравем? дар автобуси гиресун ҳардуямон. барои чӣ ин хел нигоҳ дорӣ? ҳозир вақти шӯхӣ кардан нест мемду. чӣ хел шӯхӣ рано? шунидӣ ки маро ба гиресун таъин карданд. ман равам, ту бо ман намеравӣ? дар ин бора бадтар гап мезанем. دختر گفتم کامرام رو ده. نمیدیهم. دادا التماس با دخترتون گپ زنید. هر دویتون رو آگاه میکنم بیفایده جنجال نکنید. تو باشه کامیرا رو به دادرت بده. ای دادا نوربانو بده گفتم. لیکن مرا به نوار نگیرد. مالش نمیگیرد. دادا کینو فیلم عجایب به نوار میگیرم. ما آدم‌ها را برای آن عذاب بدهیم که از آنها سخن بشنویم. تو را برای خاموش ایستادن جزا دهیم. گوش شما اینا آن رو خوردی. به من پول میدهند که من سخن کنم آقای یگیز. حاضر من به تو پول را نشان میدهم. التماس میکنم نزنید. خیری او به شلاق زدن نمیارزد. اگر یک شپاتی دیگر زنم به محابا در جایش تر میکند. مدیرم این نوبکار خاص دلی من است. من او را لطکوب کنم. دست در نکند خیری. ناگاه مرده ماند. او را به قطار آدمان حساب کرده باز جنازه هم کردنشان ممکن است. هر روز میگویید این ممکن. وعده داد اما باز ما رو به نوار گرفته است. مالش نوار نمیگیرم. در این سین سالت این خیلی. اگر در یکم فیلم نقش بازی کنی چه خیلی میشیده باشی. خاموش باشید. تمامی خاطره هایمان را پس سر کرده می رویم. خدایا به ما یاری ده. خیره تلفن ما را با او بده. مالش با این چیکار کنم؟ با نزدیکانت ودا کن میگویم. التماس نکنید. گوش کنید پسرگار مرا بسیار نقص میبیند. مرا مثل پسرش میحسابد. در برابر من کسی را که خواهد بله شما میگرد. من به اون نمیتوانم. ای تو قدر نیم کیلو پمیدور پوسیده رو نداری. با ما چی بدهد؟ کنی زنگ زن؟ خب مایلش. اما با کی زنگ زنم؟ با پیسگار. زنگ زده با او چی گویم؟ خیری این مرا دیوانه کرد. او را میپرانم. خیری این مرا دیوانه میکند. میپرانمش. به خدا با او سر و کار گرفته نمیشود. نابکار با ما بازی میکند. چقدر بازی آقای گیت؟ من آماده فرمانهای شما میباشم. این رو گفتنی بودم که آخه تو به یک قرار بیا. فرمان بردار چند کس میباشی؟ من شخص کارگر میباشم. از فرمان برداری نمیترسم. معلوم که مکان یگیت رو نمیدانی. راستی گپش رو گویم میدانم، لیکن با شما نمیگویم. اگر جانت را هم گرم نمیگویی؟ غیر از جانم باز چی دارم؟ در این دنیا با ننگ و ناموس
مردن برای من بهتر است. همچون دوستانها آنها بودند. هر گاهی که مشکلاتی به پیشمان می آمد یا به نزد اپای هنر یا که به نزد اکای نجیب می رفتیم. حالا یگان کس نموند. اوف، این ناعدالتی است. خیر گریه نکن، کاری شدگی شد. اکنون باید فکر آینده رو کنیم. تو درباره سفر گرسرون جدی میگویی؟ من فکر کردم که تو با من میروی. ممدو، کمی فکر کن. من در گرسرون چی کار میکنم؟ در استانبول تولد شدم. در استانبول خوندم. کارم هم در اینجاست. اگر با اونجا روم من با چی مشغول میشوم؟ آخر در خانه میشینی؟ کارم چی میشود؟ در اونجا یگون کار میابیم. همه ای کارهایی کردم، همه‌اش برباد میرود. نمیفهمی؟ یعنی با من نمیروی؟ رفتن نمیتوانم و اینجا موندنت رو هم نمیخواهم. تو نباید این کار رو کنی. پلیسی هستی و نیستی توست. خودت رو برای یگون چیز بدانم کن، حتی برای من هم. برای من هم نکن. یعنی همش تو اینجا بوده است. در یک شمال پراکنده شوید. از دستم چی میآید ممدو؟ خداوند جزای آنها را دهد. همه چیزمون را از دستمون گرفتن. سردارمون را، کارمون را، دوست داشتنمون. اگر ما جدا شویم آنها موفق میشوند. رانو، تو باید فهمی. رانو، نیت من جدی بود. یک جا یک خانه‌دار شدن رو فکر میکردم. جدایی برای من مشکل است. نیت من هم جدی بود. برای من هم مشکل است. نباشد باید راهش رو یابیم. نه آخر میبینی که نمیشود. شاید این بهتر باشد. تو با راه خودم، من با راه خودم. قلب هم دیگران شکسته مسئله را ببندیم. اینقدر با آسانی؟ نباشد ایست. نمیستم. تو بیو. ببخش. با تو رفتن نمیتوانم. در دستی تو ایستد. خاطره از من. گوش کن ملیک، کار را دراز نکن. زودتر به پیسگار زنگ زن. زنگ زده چی گویم؟ بگو که من به نزد شما می آیم. حاضر شما در کجا هستید؟ فهمیدی مرا؟ خوب فهمیدم. به به به، باز چیزی میگوید. گربه ها این خیل میکنن. انسان وقتی که در سکرات مرگ است کلمه شهادت را میگوید. در تو که ایمان نیست این را نمیدانی. اینقدر سفسطه بس ثابت. مرد باشی پران. پران پران میگویم. وقتی پراندن است. کایمینیک زنگ میزند. کنی جواب دهیم، شاید مهم باشد. جناب من با شما گپ دارم. مینیک حالا وقت ندارم. جناب اصلا من هم وقت ندارم. این ملاقات بسیار مهم است. جناب ایراج کرده چارش را یا بدید ماست. بخیر است؟ جناب یکیت مرا دستگیر کرده است. نخواهد شما نفهمید آخر. چی ها میگوی مینیک؟ نخواهد تو را دستگیر کرده باشند؟ یعنی جناب
در دست یگید می باشم. احوالم بعد از اون مرا می کشد. خیره گفتگوی نابکار مثل مکتوب عاشقی نوشتن است. خدا کسی که بینن میگوید که شعر نوشته این صدا است. صورت گفته این کار برآمدن نتوانستی. کنی بمنده تلفن رو. بمنده. این ابله گفتن میخواهد که من در مهمانی یگیتم و مرا یگیت با لط و کوب مهمانداری میکند تا مردنم. یگیت خیر حیات در بالای کرسی چه خیل بوده است؟ باز در بالای کرسی برقی با 2000 ولت قوه کار میکند. نه درد میکند نه عذاب میدهد. اجا میخواهید؟ نه دخترم نمیخورم. دادا؟ نه دخترم نمیخورم. دادا ممکن کمه دیگر با نوار گیرم؟ نوارهای تو هیجند. من بسیار با نوار گرفتم میدانی؟ نوارهای شما چه خلند دادا؟ نوارهایم در تو میباشد. 39 قسم سلسله فیلم. دادا جان بهترش من با شما نوارهایم رو نشان میدیم. محلش نشان ده. برای چی نشان نمیدهد؟ چی شده باشد؟ چی شد؟ فیتا ندارد چی؟ در داخلش کست نیست؟ یا خدایا یگان بار نمونده چی؟ مونده بودم دادا. ده کست نوار گرفته نمیشود. من ندونم. اپا هم گرفته است. تو گرفتی هم کست رو. تو گرفتی. راستش رو گو. کست رو با قوطی اخلاط پرتفتم. چی کار کردی؟ با قوطی اخلاط پرتفتم. فهمو؟ ثبت های دیگر نیست. باز چی میخواهی یگیت؟ ثابت را میخواهم. به عوضی کایمینک ثابت را میدهی. به عوضی مینک ثابت را میخواهی ها؟ او یگیت است؟ های نابکار باز با مقابل من برآمد. کایمینک در دستش بوده است. از ما ثابت را میخواهد. قبول میکنید؟ در حقیقت تو را دوست می داشته است. و فکرم از خوش رفت. آوازش نمی براید. جناب پیشنهاد یگید را میگویم. قبول میکنید؟ اگر قبول نکنم پس چی می شود یگیت؟ دست اول همه معلومات هایش را به نوار می گیرم. پس در سرش سراخی کلان می کشایم و کلش را از سرش جدا می کنم. پیشنهادت را قبول می کنم. چه گفتی؟ قبول گفتم. تو مینیک را کش من ثابت را. من برای این دعوا چندین انسان ها را فدا کردم. چی این که مینیک خردکک را فدا نکنم؟ یگان کس قدری بلند ندارد. گوش کن که صاحبت چی میگوید؟ چی میگوید؟ میگوید که بسرش پران و ماینه‌اش را پاشته. در ماه باز 50 نفر چنین کایمینیک ها هستند میگوید. نه جونکم. سرداری من هرگز این سخن رو نمیگوید. تو دروغ میگویی. گوش کن پیسگار. من شوخی نمیکنم. سلاح را به سر نابکار ماندم و همین حالا این پلید را به جهنم میفرستم. قبزن. جناب محترم پیسگار، التماس میکنم مرا از دست این دیوانه نجات دید. مرا میکشد. بسیار میترسم جناب. التجا میکنم یاری دید. میبخشی مینیک. برای تو یکان کار کرده نمیتوانم. چی؟ پس معلوم می شود که معلومات های در مینه سری تو بوده آنقدر ارزش ندارند. پس مینه‌اش را پاش می دهم. گوش کن به تو چی میگویم. مادامی که هر دو همون تفنگچه را داشته ایم اگر خواهی کمی حلاوت بریم. تو چی گفتن میخواهی؟ تا 3 حساب کرده هر دو همون میپرونیم. من ثابت رو میکشم تو باشی مینیک را.
یک دو ثابت با یکی ویدا گفتن را سر کن میمونم چی بلا سه فرصت فرا رسید. عشق سومن و مهراب آشکار می شود. روزگاری پرماجرای یک جوانی دهاتی، تپش قلب، رنج مادر، انتظارات میشم، جدایی و دیدار، بهار عشق و خزان اندوه. ارزنده ترین راه در فیلم مهراب. روزهای نزدیک همصدا پیشنهاد می کند. با توجه مخلصان سلسله فیلم های استودیوی همصدا، حامیان محور حقیقت و مثل یوسف، از شما احترامانه خواهش می نماییم که از فروشگاه ها دیسک های گالگرامادور را خریداری نمایید. گالگراما هم در بالا پوش و هم در روی دیسک نصب کرده شده است. دیسک هایی که گالگراما ندارند صفتی پس داشته قلبکی می باشند و از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان غیر قانونی حسابیده می شود. خرید دیسکوی گالگرامادور برای بهبودی کاری ما و در سری وقت دسترس کردنی شما مساعدت می کند. از شما استودیوی همصدا احترامانه خواهش می نمایم که اگر شما فروش دیسکوی قلبکی یعنی به گالگراما را دیدید، به طرفی رو اختیار نکرده و تشکیلات و یا کمیته های دخلدار مراجعه نمایید.